سلام دوستان عزیزم، به کانال آموزش آشپزی طبی خوش اومدین. این کانال قصد داره تمام غذاهایی که ضد یبوست، ضد نفخ هست و زود هضمه به شما آموزش بده. و اینجا من قرار امروز یک کوفته بپزم و این کوفته شامل 700 گرم گوشت بره هست که زود هضم و زود پز هم هست و یک عدد پیاز بزرگ، نصف لیمو ترش و ادویه ها شامل زردچوبه، فلفل سیاه، شیوید و نمک و میتونید هل و دارچین هم بهش اضافه کنید و یه حب سیر. من اینجا سیر رو خرد کردم به همراه پیاز بزرگ و حتما نکتهش همینجاست که باید با خردکن دستی خرد بشه و آب نندازه، پیاز رنده نکنید چون آب میندازه و این باعث میشه که مجبورا آب پیاز رو بکشید برای اینکه با گوشت مخلوط کنید و نکته همینجاست که باید آب پیاز داخل خود پیاز بمونه و وقتی با کوفته مخلوط میشه موقع پختن اینا آب میگیره به خودش و هم باعث خوشمزگی کوفته ها میشه و هم باعث نرمی و پنبه‌ای شدن کوفته ها. و 2 عدد تخم مرغ دارم. همه این مواد من و 150 گرم آرد ذرت و روغن زیتون، اینجا روغن زیتون ریختم برای خورشت کوفته ها. من همه این مواد رو مخلوط میکنم و به شما نشون میدم که این کوفته چطوری حاضر میشه. و این کوفته واقعا یکی از میتونم بگم لذیذترین و نرمترین کوفته هایی میشه که تا حالا نوش جون کردید. با من همراه باشید. بله دوستان عزیز، همونطور که میبینید من خورشت این کوفته رو آماده کردم. خورشت شامل نصف پیازی که برای کوفتم نشون دادم هست و سیری که همراهش خورد شده و همینطور رب. حالا گذاشتم که رب و پیاز اینا با هم دیگه تفت بخورن و من اینجا مواد کوفته رو دارم مخلوط میکنم. بعد داخل خورشت آب میریزیم و این کوفته ها رو بهش اضافه میکنیم. خیلی خوب دوستان عزیز، من الان به مرحله رسیدم که میخوام داخل خورشت
کوفتم آب بریزم. و مواد کوفته هم مخلوط شده قشنگ، یک دست شده همه مواد. من به مدت 15 دقیقه یا 10 دقیقه کافیه که این مواد کوفته رو شما مخلوط کنید تا قشنگ یک خمیر یک دست به دست بیارید. و ادویه های این کوفته رو همونطور گفتم زردچوبه هست و فلفل سیاه و هل و همینطور دارچین. میتونید ادویه رو به مقداری که خودتون نیاز دارید و مناسب میدید اضافه کنید و نمک. آب رو اضافه میکنم من. من کوفته ها رو زمانی اضافه می کنم که قشنگ آب در حال جوش همینطور باشه همیشه، که باعث میشه از همدیگه باز نرن کوفته ها. واقعا من این غذاهایی که خودم دارم نشون میدم اینا رو موادشون و ترکیبشون رو خودم، یعنی بعد از سالها آشپزی فهمیدم که اینا ضد نفخ و ضد یبوست و تجربهش میکردم و من یعنی روی فامیل یا دوستا که این غذا رو خوردن یعنی امتحان شده و دیدم که واقعا ضد نفخ و ضد یبوست برای همه، یعنی میتونم بگم هست، یعنی یا بگم بهتره بگم برای اکثریت، و امیدوارم برای شما مفید باشه. همین دستور ادویه ها، همین دستوری که اینجا گفتم، اینا واقعا وقتی که من استفاده کردم دیدم واقعا غذای سالمیه و میتونم بگم تمام این مواد میتونه مصلح همدیگه باشه، یعنی سردی و گرمی هم غذا رو میتونه بگیره و یک طعم و طبع معتدل میتونه به دست بیاد از این مخلوطه که به شما نشون دادم. امیدوارم که براتون واقعا مفید باشه این آموزش و ممنون میشم منو معرفی کنید به بقیه دوستاتون، ویدیوهامو شیر کنید و واقعا ممنون میشم کامنت بذارید، لایک کنید، چون واقعا برای تهیه این ویدیوها من زحمت زیادی کشیدم و هدفم هم همینه که هم شما واقعا یک تن سالم داشته باشین و به دردتون بخوره و هم من بتونم به یک درآمدی در این برنامه برسم. ممنون از واقعا لطف شما، از درک شما. انشالله هممون کنار هم یک خانواده سالم باشیم. دیگه این که شما چه قابلمه یا ماهیتابه‌ای برای پخت این
کوفته ها انتخاب میکنین با خودتونه. میتونه کلا کوفته ها تو آب شناور باشه، میتونه تا نصف داخل آب باشه، کلا همین که آب در حال جوش باشه وا نمیره و میتونید حتی اینو همینطور گفتم آب اضافه کنید کلا داخل آب باشه و یا اندازه کوفته ها با خودتونه، میتونید کوچیک‌تر یا بزرگتر از این باشه، مشکل ایجاد نمیشه. و من این کوفته ها رو با برنج سرو میکنم همیشه، چون واقعا خیلی مزهش چند برابر میشه و همچنین این که واقعا این غذا یه جوری برای برنجم مصلحه، چون واقعا الان من با این ترکیباتی که این کوفته رو درست کردم تبش گرمه و با برنج که تبش سرده واقعا عالی میشه. و من برای گرفتن تب سرد برنج هم که حتی طرف خالی بتونه همینجوری میل بکنه، کسی دوست داشته باشه، هم یه راه حل دارم. اونم وقتی که برنج رو خواستم اینجا بپزم به شما نشون میدم. همینطور که شما میبینید من دارم کوفته ها رو با اندازه های متوسط داخل مایتابه میذارم. و حتی زمانی که این کوفته ها یه خورده خودشون رو گرفت اینجا، من داخل قابلمه که دارم اینا رو حتی انتقال میدم داخل قابلمه استیل، چون یکی از واقعا نکات مهم توی سلامتی و طب سنتی اون ظرفی هست که غذا توش پخته میشه. جنس استیل بهترین انتخابه. من اینا رو بعد اینکه خودش رو کوفته های خورده گرفت، برای اینکه کامل بپزه گوشت، چون گوشت دیرپزه، حالا به مدت کلا 1 ساعت بجوشه دیگه میپزه، چون گوشت برم هست میپزه زود. حالا من اینا رو انتقال میدم بعد اینکه گرفت توی قابلمه استیل، چون ظرف استیل واقعا هم گرما رو خوب انتقال میده و هم واکنش شیمیایی نشون نمیده. ممنون تا اینجا همراه من بودین دوستان عزیزم. من برای آماده کردن مواد برنج دوباره با شما همراه هستم. سلام دوستان عزیز، همونطور گفته بودم برای مواد کوفته که درست کردم یه برنجم کنارش درست کردم و برنجم داره جوش میاد و من اینجا یه دونه پیاز رو با روغن گذاشتم سرخ بشه با روغن زیتون. پیاز باعث میشه با روغن زیتون وقتی روی برنج در حال دم کشی بریزیم، این باعث میشه اون سردی برنج گرفته بشه و یه طعم خیلی خوب و خوشمزه هم به برنجمون میده. واقعا ممنونم از نگاه های گرمتون، با من همراه باشید. بله دوستان، ببینید وقتی پیاز به این میزان زرد شد، یعنی یه حالت طلایی شد، بعد روی برنجی که آب کشی شده میریزید.
به این صورت روی برنج میریزیم. و یه عطر خیلی خوبی میده این پیازا. این پیازا رو میتونید همینجوری روی برنج پخش کنید. و برنجتونم میدونم همتون آشپزای ماهری هستین، بازم من برای همه دارم ویدیو درست میکنم. شاید یه نفر اینجا داره میبینه که تازه اولین بارش آشپزی میکنه. برنجتونم با میتونید کفگیرتون سوراخ کنید که قشنگ بخارا خارج بشه، برنجتون شته نشه و همچنین روغن به خوبی به خورد برنج بریم. من واقعا ممنونم از شما، از نگاه گرمتون، از حمایتتون. واقعا ممنونم یه دنیا. و دوستان عزیز، برای خوش عطر و خوش طعم شدن برنجمون من همیشه و همچنین طبع برنجم گرمتر بشه و هضم و دفعش راحت تر باشه، من همیشه روی برنجم ادویه هایی مثل زیره، هل و دارچین میریزم. زیره و هل و دارچین این خیلی عطر خوبی به برنج میده و همچنین برنج خیلی خوشخوراکتر و طعمش رو گرمتر میکنه و به این صورت روی برنج پخش میکنیم. ممنونم واقعا تا اینجا همراهی کردین. و اینجا من کوفته هایی گفته بودم و داخل قابلمه استیل انتقال دادم. اینجا راحت توی آب جوش غل میخورن و دیگه از هم باز نمیرن، چون من قبلا تو مایتابه اینا رو 20 دقیقه گذاشتم که خودشونو بگیرن و بعد انتقالشون دادم به این قابلمه و آب بهش به مقدار زیادی که روی کوفته ها رو بگیره اضافه کردم. شما هم همین کار رو میتونید انجام بدین. بعد اینکه کوفته ها توی مایتابه خودشونو گرفت، میتونید توی قابلمه کوچکتر آب زیاد بریزید و آبی که در حال جوشه بهش کوفته هایی که قبلا 20 دقیقه پخته رو اضافه کنید و بذارید کاملا 1 ساعت یا 1 ساعت و 20 دقیقه کامل بپزه و لعاب بندازه. این وقتی لعاب انداخت، حالا بعد 1 ساعت 1 و نیم ساعت بعد با برنج سرو میشه. ممنونم واقعا تا اینجا هم همراه من هستید. دوستان عزیز، اینم از پایان کار و اینم از کوفته های خوشمزه ما. و الان ببینید نرمی این کوفته رو و میبینید که اصلا وا نرفته و نرمیش هم خودتون میبینید چقدر نرم و پنبه‌ای شده و مزه‌ش هم واقعا عالیه. انشالله همتون درست کنین و لذتش رو ببرین. نوش جان.